رسول الله صلی الله علیه و سلم او هر وقت قیام اللیل میکرد، هر وقت تهجد میخوند، تنها در رمضان مبارک نبود. از او خاطر در نماز رسول الله کدام تغییری هیچ نآمده، نه در رمضان نه در غیر رمضان. رسول الله 8 رکعت تهجد و 3 رکعت وتر، گاهی اوقات 5 رکعت وتر رسول الله میخوند. در او کدام تغییر نآمده. اگر در رمضان صحابه در گرد رسول الله جمع شده 11 رکعت خوانده، اگر بعد از دوسته زمزمه و هیاهوی شروع میشه یا 8 رکعت میخونه 20 رکعت است، پشت از این بحثا نگردی، عبادت الله را بکنه. هیچ کسی ثابت کرده نمیتونه که 20 رکعت در حدیث مرفوع ثابت بکنه و بگویه زمزمه میکنه این سنت عمری است. دروغ نگو. عمر رضی الله در 2 قاری به حدیث صحیح به سند صحیح ثابت کرد، جمع کرده به 8 رکعت که 3 رکعت هم وتر 11 رکعت شده. دروغ نگوی، مردم فریب نده. خب ما تنها از شما تقاضا میکنیم که عبادت الله را بکنی، ریا نکنی، سمعت نکنی، ایره نکنی. عبادت الله را که واقعا در او عاجزی و خشوع باشه. مساجدتان به چه قسم عبادت میشه؟ او مسلمانا، چه قسم ختمه را شما میکنی؟ قاری اجرتی را آورده میباشه، او بار خطا میباشه که من 4 جای دیگه ختم دارم، از امو خاطر بربرک واره میخوانه. نه رکوعتان درسته نه سجده. شما را به الله قسم از مقتدیایتان سوال کنه که دعای استفتاح را خوانده تانست یا نه؟ تسبیحات 3 و 5 مرتبه تکمیل کرده در رکوع و سجده یا نه؟ دعاهایی که در قاعده خوانده میشه. اقرب ترین حالت انسان برای قبولیت دعا کدام موضع است؟ سجده هست. اما تو سجده را مقتدی 1 مرتبه سبحان ربی الاعلی را نخونده. بهترین موقعی که دعای انسان خوب قبول میشه آخری قاعده است. از او خاطر الله متعال به واسطه رسول خود در 2 مقام اختیار داده هر نوع دعا را انسان در سجده بکنه، هر نوع دعا را در قاعده بکنه، به خاطر که محل استجابت دعاست، موقع داده شود. اما شما ملاها این مردم از این فضایل خبر نکرده. از پیشت مقتدی سوال میکنه و مولوی صاحب اللهم صل از پیش مان، اللهم ربنا من، پروا نداره. و جناب مفتی از شکم خودی فتوا را در کجا دادی که پروا نداره؟ کدام وقت رسول الله همینطور نماز خوانده؟ یک صحابی، یک تابعی، یک تابعی همین قسم نماز خوانده که دعاها را نخوانده باشه؟ خود تو ملا یک روز پیش میشی. نکو. فلا تخشوا الناس واخشونی. الله برات میفرماید از مردم نترس، از الله بترس. عبادت الله را توهین نکو، عبادت الله را تحقیر نکو. مردم بدانان این فرصت است، این موسم طلایی است. وقت و عمر انسان خزانه است، صندوقچه است. چه چیزا در هر روز دو میگذاری؟ طلا را میگذاری یا نقره را؟ این عمر است تو مانده رایستی، یک روز همین صندوقچه پس میشه. عمر انسان صندوقچه است. چه چیزا دو مانده رایستی؟ اهانت با نماز و عبادت الله، یعنی که تعظیم به نماز و عبادت الله. افسوس است. ای کاش که این فرصت و این اهمیت میدانستن که میفهمیدن که عبادت الله به کدام سیستم میشه. ما باز میگم که شکر الله را زیاد بکشیم. ما نالایقا را الله متعال همین قدر موقع داده که ما عبادت الله را به وجه درست بکنیم. یقینا این تقسیم الله است، به هر کس نصیب نمیشه.